سلام بچه، حالتون چطوره؟ من امیرریزام و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. بچه این ویدیو واقعا سورپرایز های بزرگی داره و بچه اگه تا آخر ویدیو رد نکنی، تا آخرش گوش کنی، فکر کنم به خدا به سودت تموم بشه. به قرآن ضرر نمیکنی. 4 دقیقه ویدیو بیشتر نیست، ولی میدونم سود میکنی. و بچه من حالا بذاریم به اونای توضیح بدم که نمیدونن. بچه من چند روز پیش اومدم یه ویدیویی ساختم، گفتم اگه لایک و کامنت های این ویدیو یکی بشه، من میام اکانت ام سی زمتیکم و رایگان بهتون میدم. و بچه واقعا یکی شد. البته گفتم به یه نفر میدم، تو کامنت ها نوشتم و خیلی توجه نکردن، گفتن فقط اکانت بده من. و بچه لایک و کامنت ها واقعا یکی شد، پشمام ریخت. بعدش بچه دوباره ویدیو ساختم، گفتم بچه تو اینجا بچه کامنت بزنید، چون اونجا 1000 تا کامنت بود، من نمیتونستم همه رو تو بلگه بنویسم و تو کارتون بندازم و تکون بدم یه نفر بچه برنده شه. بعدم بچه یه ویدیو بلند ساختم، گفتم که بچه هر کسی که کامنت بذاره اون برنده، یعنی اون برنده اکانت که نه، یعنی اون شرکت کرده و شاید برنده اکانت بشه بچه. و بچه‌ها تهش یه نفر برنده شد. حالا جلوتر ویدیو بهش میپردازیم اون کی برنده شده. شاید شمایی که شرکت کردین در این برنامه، شاید شما باشین، شاید هم یکی دیگه، خدا میدونه بچه‌ها. و جلوتر بهش الان میپردازیم. و بچه‌ها یه سورپرایز دیگه هم دارم. اصلا بچه‌ها این ویدیو رو جلو نزنید. یه سورپرایز دیگه هم براتون دارم بچه‌ها. شاید باورتون نشه الان بگم. بچه‌ها اگه لایک های این ویدیو، به خدا دارم میگم، به جون مامانم هستم، اگه لایک های این ویدیو بچه‌ها به 1 برسه، همین ویدیو بچه‌ها، همین ویدیو که داخلشم، اگه به 1 برسه، من همین اکانتی که الان توشم و بچه‌ها بهتون رایگان میدم. الان میریم اکانتم نگاه میکنیم بچه‌ها، نگاه کنین اسمو همه ایناش بچه‌ها به نام خودمه. الان نگاه کنین امیر ایزو، یعنی اسم خودمه، اکانت خودمه. به خدا بچه‌ها میخواین آیدیشم بزنین برین نگاه کنین، آیدیشم هست. راستی اگه میخواین بیاین داخل کلنم هم آیدیمو بگیرین، درخواست بدین و درخواست کلن بدین. و حتی به خودم هم درخواست بدین با هم بریم بازی. و خلاصه که بچه آره، هم کلنمو میدم بچه‌ها بتونه، هم اکانتمو میدم. البته به همه این دفعه به یه نفر نیست. میام یه شورت ویدیو یا یه ویدیو بلند میذارم و بچه‌ها همونجا کامل بچه‌ها رمز و جیمیلمو بچه‌ها کامل براتون میذارم. آها راستی به اسم اکانت من بچه‌ها توجه کنین، نگاه کنین. با آیدی یوتیوب هم بچه‌ها یکیه، فکر نکنین باز اکانت یکی دیگه مثل ویدیو قبلی. اکانت ام 13 بچه‌ها پارم کردین، گفتین که نه آقا این اکانت خودت نیست، اکانت یکی دیگه. بچه‌ها چرا؟ به خدا اکانت خودم بوده. مگه میشه اکانت خودم نباشه بیام سر اکانت یکی دیگه شرط ببندم؟ بچه الان این متیک لژند رایگانا رو بگیریم بچه، لژنداش خیلی بیشتر میشه. و بچه خلاصه من دارم میگم اگه لایک های این ویدیو به 1 برسه داداش، فقط تو یه دانه لایک بزن و دوباره این کانال رو سابسکرایب کن و بعدش چند ماه بعد بیا دوباره داخل چنل. اگه لایکاش به 1 رسیده بود، بیا ویدیو جدید رمزی میاد اصلا بردار برای خودت، اصلا لازم هم نیست کامنت چیزی بذاری. فقط تو الان لایک و کامنت بذار. که کامنت چرا میگم بذاری؟ چون که لایکت نپره داداش. وقتی تو یه کامنت خارجی میذاری، کامنتت نمیپره، چی لایکت نمیپره داداش. یوتیوب فکر میکنه واقعا تو یک دانه ربات نیستی و یه دونه آدم هستی و لایکتو نمیپرونه. خلاصه کار بچه‌ها بریم واسه اون کسی که شرکت کرده در این بازی، یعنی در این اکانت ام 13 و بریم بچه‌ها برنده اون اکانت هم بچه‌ها بهتون بگم. البته نه این الان بهتون نمیگم. و بچه‌ها بریم واسه سورپرایز دوم بچه‌ها. اگه لایک های این ویدیو بچه‌ها حتی به 500 تام برسه، من به 5 نفر بچه‌ها، به 5 نفر سیپی رایگان میدم بچه‌ها. دروغ نمیگم. الان به جون مادرم هم قسم خوردم، الان بازم قسم میخورم به جون مادرم، دروغ بچه‌ها نمیگم. به 5 نفر 240 تا سیپی بچه‌ها، سیپی جایزه میدم. خلاصه کار بله بچه‌ها، سیپی جایزه میدم. و بچه‌ها بریم واسه برنده اکانت. برنده اکانت بچه‌ها، اکانت ام سی زیمتی کسی نیست جز، اگه تلفظش اشتباه نگم، یوسف ام سی بچه‌ها. اسمش هم براتون گذاشتم و اسم و فامیلیش بچه‌ها براتون گذاشتم که بفهمید بچه‌ها این برنده شده. یوسف ام سی اگه داخل این ویدیو هستی و این ویدیو رو داری نگاه میکنی، لطفاً یه دونه لایک و کامنت بذار سر این ویدیو که بفهمم بچه‌ها واقعی هستی، کیک نیستی داداش. و داخل این اینستاگرام حتما بیا بهم پیام بده که تا رم جیمیل رو برات چنج کنم. خلاصه و بچه‌ها خلاصه کار یادتون نره شما، اونایی که ناامید شدن بچه‌ها اصلا ناامید نشین. من بچه‌ها دارم یه فرصت دیگه بهتون میدم. گفتم بچه‌ها همین اکانتی که بچه‌ها براتون گذاشتم، اگه لایکاش به 1000 تا برسه، اکانت اودنمو اصلا برای همتون رایگان میذارم. یه ویدیو بلند درست میکنم و میام راحت براتون رایگان میذارم. قسمم که خوردم بچه‌ها، فکر نکنین من دارم دروغ میگم. و لایک و ویدیو هم یادتون